میگویند که سلام برادر، در اسلام تاقی آمده است؟ در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تاقی بود یا نه؟ و حکم نماز با تاقی یا بی تاقی چی است؟ در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تا جایی که میدانیم تاقی نبود، برای آنکه در عصر 600 بعضی علما در کتاب ها خیلی که غرناطی در کتابش آورده است درباره تاقی، و در عصر 800 ابن بطوطه درباره تاقی سخن کرده است، و در کتاب های پیشتر درباره تاقی معلومات نیست و این دلالت نمی کند که تاقی حرام است، ولی که الاصل فی العادات الاباحه، اصل در عادت ها اباحت است، یعنی عادت های قوم مباح است، حرام نیست، حتی دلیل آمده آن را حرام گرداند. بنابراین شیخ عبدالرحمن السعدی در منظومه خود گفتند که والاصل فی عاداتنا الاباحه حتی یجیء صارف الاباحه، اصل در عادت های ما مباح است تا آندمی که صارف اباحه آید، یعنی دلیل آمده مباح بودن آن را رد کند. یعنی عادت ها اصلا حلال است تا آندمی که یگان آیتی از قرآن یا حدیث آمده آن را حرام کند، در این حالت آن عادت حرام حساب می شود. و برای حرام بودن تاقی یگان دلیل نیست و این دلالت می کند که تاقی پوشیدن اجازت است. ولی اگر کسی گوید که شرط نماز تاقی است، این غلط است و این جهل است، نادانی است و این جهلی مرکب است، جهلی که از دو جهل عبارت است. بی تاقی نماز خواندن اجازت است و تاقی پوشیدن یکی از شرط های نماز نیست. الله تعالی